دخی شی لباسای جینز ایما میپرسیم نه پایان داره نه بالا هم که به حد کلانه. حالا شما شاید که دستگاه و تجهیزات برای خانه لازم میشود. استاپ انا میخواد جاش ده این رقمای شرکت محیدین برای گذشتن گرانیتسا زنگ بزنین ان شاء الله که خدمات خودش بزرگ ساق سلامت رفته شما را در گرانیتسا با یاردم میکنن دستگیری میکنن فقط رفت اومد دوران شناساشون زیاد بر زیاد هست تنها شما یک زنگ بزنین گرانیتسا ساق سلامت بگذارین و بیاین و کار و فعالیت‌ها را دوام بدین. شرکت محیدین در خدمت شما دوستان عزیز. تگنالی رفتیم. سلام علیکم دوستان عزیز، برادرای قدردان و توجیکانی ترکیه بودیم. همه سلام. ما در درنی درسترین اتوبوس میگیم متروی نمیدونم این مترو دو منانه نیشم راو شما میسش اینا خیلی رفتن راو چند کاری سوز شده استون خیلی سر مجای ناک سفر رو میبریم در یعنی استانبول دا خاموش میکنیم بازاروش خونه‌هاش مقصد که برادرها هستن برادرها خیلی با میخونیم سرجم چیزشی نشین شما دا نشون با همه شما تماشای با فراغت تمام عزیز این دولت‌های عبور ترکیه دوستان عزیز آمدیم بازار اکثرای این بازار اکثرای این طرف اینا اسلام بود بازار این طرف هم بری بازار اکثرای اینا برادر ما خیر و بلد میای سلام علیکم زنده باشه داری من خشوری برادر با شما دو شناس میکنم صحبت میکنیم هم بازار اکثرای دا میدونیم بچو خیلی دوستان عزیز جاهای زیبا سلام علیکم یک بار دیگه دوستان عزیز انکا نوردین عمریان این دوست عزیز ما نوردین جان این دوست عزیز ما مقصد که این همین برادرها ما همه شما رو میفهمونم این بینید تمام این نمود لباسا تمام این نمود سپارتیفکا و فوتبال و مقصدی برای بازار ایش همین نوردین عمریان دوست عزیز ما در این اینجا کار و فعالیت میکنن مقصد که این همی بارو رو همش جمع میکنن تاجیکستان مسکو تمام اینجا روان میکنن این از سایت اینستاگرامش این از سایت یوتیوبش این نمره تلگرامش مرامت شما هم میتونید که مراجعت کنید هم دوست عزیزی ما دوست همینجا بیاد همین دوست عزیزی ما در همینجا سالهای زیاده کار و فعالیت میکنن خدمت رسانی خلق ده شما میتونید که با حضور مقصد بنویسید در تلگرامش در یوتیوبش بنویسید شما در کار رو میکنید چی گفتن دوست عزیزم هم دوستی ما در خدمت شما هست. سلام علیکم برادران عزیز. خب ما غیر این مغازه با میتونیم دیگه جورا برای شما نشان بدیم نصیب باشه هر چیزی که میخواین دسترس کنین خدا خواهد ما میتونیم دسترس کنین رقمای ما را مواجه میمونه ان شاء الله ما در تماس هستیم همه وقت در خدمت شما برادران. تمام اینمون چیزی که شما در خونتون محصولات روزگار میگین چیزی میگین برادر در همینجا کار و فعالیت میکنن مرامت زنگ بزنین مراجعت کنین در خدمت شما در همینجا در همین ترکیه. این دوستان عزیز مقصد که اینجا آپتوم بزرگ شد آپتوم یا میگیرن آپتوم شما رو روان میکنن شما فقط زنگ بزنین برادر من ان شاء الله که نوانی بزرگ راضی باشه شما در
دسترس میکنه. چیزی که شما دوناکی هم اینا دوناکی هم میتونه، اپتوم هم هست، دوناکی هم هست. چیزی که شما این برادرم مقصد که چیز شما در کار شما بگین. برادرای عزیز، این خیلی که ما بسیار ترگی لباسا را رکلام میکنیم برای شما، اما این مقصد معنی او را نداره که ما فقط لباسا و پوشاکا و مقصد چیزا برای شما. شاید که دستگاه و تجهیزات برای خانه لازم میشه و دستگاه برای استحصال مثلا فرض کردیم رفینت یا اینکه صابون و دیگر چیزا شما خودتان میفهمین. خدا خواهد میتونیم در کانال ما هم پادپیسات سکنین. احترامانه خواهش ما میتونیم که انشالله در کانال ما با برای شما معلومات زیاد کنیم. بعضی معلومات را علاقه دادگی هستیم، میتونیم ویدیوی ما را پیگیری کنیم. خدا خواهد انشالله علاقه ای مقصد ما شما خبردار میشین. ما همه چی را خدا خواهد چیزی که در همین ترکیه استحصال میشه برای شما لازمه. لازمه چیزی که برای کوخنی ها، برای خانه ها، برای مثال چیزای شما لازمه شما انشالله ما میتونیم برای همه شما دسترس کنیم. این چیزا را دستافت ما با تمامی دولت ها هست انشالله، نه فقط با بسیار مرکزی. برای همین سلامت باشه. ویدیوی ما رو دستگیر کنیم. خدا نگهدار. خدا نگهبان. انشالله که اینا در بین همین بازار بگیم ده بازار کلانترین اینه. همین اینجا همین بیزنسمن های همه تاجیکا میان همینجا دارن. من سال 2012 اومده همینجا که جای خرفتگی مکانی خیلی دیگه کلابیلان که اینا برادر تاجیکی دیگه. سلام علیکم. خوب است که تنجی کار تو خوب. همه طرف زندگی خوب زنده باش. همه تنجان گام نیست برادر. زنده باش. ان شاء الله که تاجیکا در همه جا هستن. تاجیکانی روی دنیا زنده باشه، سربلند باشه. اینا بهترین بازارها برادران. خیلی نرخ تاجیکستان فرق میکنه. بسیار چیوش فرقیت داره رفتشون. سر این برادر hangisi? Mavi mi? همینجا هم تاجیکا بسیار هم برادر عزیز. علاقه چند تا تاجیک دیدیم. بهترین برادر اینم مرامت چکاری که ایما پرسیدیم دوخی شی همین چی را شما ایما پرسیده بودیم که کلینتوی شما بسیار طلب دارن. یا ما اومدیم اینجا ده مужской شای اینه. خب در اینجا женской زفر. اینه که سرخایی که شما میبینید در اینجا برادران هم مужской هم женской، هم مردم میتونن استفاده برن هم زنان. فقط این برای همین نرخ‌های ایراد خدا خواهد رسمو را ما میمونیم. انا در تلگرام در یوتیوب کانال ما میمونیم. نرخشون هم میتونیم که اپتوم روزنیسه ها در امجا ما نرخشون میمونیم. خدا خواهد میتونیم که با خبر شید. سلامت باشید. دوستان عزیز، شما بسیارتر با لباسای جینز ایما میپرسین. ما هم برادری که اینجا در مغازینش قرار داریم تمامی نمودی لباسای جنسی را چی کستون و بروکا در اینجا هست. برادر عزیز حاضر ما برای شما معلومات میتیم. مثلا این همین جینز کستون را میگیریم. در یک سری 4 دونه داره. M, L, XL, DXL. خب $32 در اینجا نیستن. این جایی هسته که برادران ما جای اپتوم برای شما توصیه دادستم. او یکی دونکه با اون مقصد چیش دیگر است. مثلا جینز یکی ای برادرای هسته در اینجا که بهترین جینس ها رو میفروشه. در اینجا کم ایده خیلی جینسی اوریجینال یا توزن برادر جانو.
اینا در یک سری 6 دونه داره. ای 31 تا 38 رزمیروش سر میشه و 18.5 دلار. 18.5 دلار. در اینجا برادرای عزیز چقدر که شما میبینید تمام نمود لباسای جینز هست. نرخش اپتوم ای 15 دلار بالا 15 16 دلار بالا سر میشه. اگر کدومی که این برای ما آدمای داخل داره که اپتوم برای ما میخوان نکنه زکاس کنن از ما. اینجا برادرای عزیز جینس ها واسه کسایی که به میخایده درونش یعنی فشن نداره، یعنی جینس هایی که در وقتی نه چندان سردی میتونی که پوشید. اینجا با برادرای عزیز نه بروکو هستن، این خیلی بروکو هستن که مثلا پختگی بروکوی غوز زیمنی. این برادرای عزیز همین چیزا رو شما اینا بسیارتر میپرسیم فرصت چی؟ این ما اومدیم از این بروکو رو میبینیم نرخوشه. خب این برادر عزیز در یک سری 6 دونه داشته است 17 دلار نرخی اپتوم. در اینجا ما چیزی را برای شما گفتم برادر عزیز نرخی اپتوم گفتم. مثلا این جنس ما نگاه میکنیم. خب 6 دونه 16.5 دلار اینا برادر. چیزی که برای ختون روی شد ما میسوی سیونکا میکنم. برادر عزیز یکون جوی پوشیدش نیست. ما وقتی که روان کردیم کدومی که بر اومد این جنسو به هر جنسوی خوبه، خیلی متریال در هر جا نیست. این جنسو جنسوی تازه خیلی مولی فریب نیست برادران. نه رنگش میروه نه مثلا چی میشه یکون متریالی وای نیست. مثلا فرض کردیم این نیشه میگیریم برادر عزیز 6 دونه داره ای 31 تا 38 نرخش 18 دلار اینه برادران. خب بعد این چیزا رو شما بسیار ترگی سراغ میکنین. چیزای خوب هستن نرخش حاضر ما اینجا میبینیم. خب این هم همون خیلی 6 دونه دارد 19.5 دلار. این به حد بروکوی خوب هست که راحت میگردیده و راحت میگردید با این بروکو. این همه نمود سویتش هست. این برادران مرحمت زکاس کنین. خدا خواهد ما برای شما دسترس میکنیم روان میکنیم. سلامت باشید دوستان عزیز. سلکه یوتیوب شد سلکه اینستاگرام شد در کامنتر ذکر میکنم. مرحمت کامنتر رو بدروین ویدیوی برادر رو پیگیری کنین. همش ختون میفهمین در خدمت شما. دوستان عزیز ما هم که کوتاه‌تر برنامه میگیریم که دل بزن نشوه. ویدیوی ما رو پیگیری کنید. این ویدیو زندگی مرا دیده. خب عزت خیلی دولت کلان تمام نمود نقصی هست در اینجا. من کوتاه‌تر برنامه میگیریم که دل بزن نشوه. ویدیو رو پیگیری کنین تماشا کنین ان شاء الله که سلام علیکم. تاش توجیه کنید برادر. سلام علیکم. اینا اینجاش پاپوتی شید بچه‌ها. این خیلی پاپوتی میدیم که ما میدونیم که اینو میدونیم اینجا پاپوزا مغز و چرخ اینا تمام چی هست اینجا برادر. اینو میدونید اینجا تازه مگزین توجیکی بده اینا برادر. اینا خلاص که تو قوری کنن نمیگه که چی گپا اینا بخدا خوب وار که خونه بخدا قسم اینم اینجا در که تو قوری شیدیم اینجا اومدیم بچهای توجیک اینا وار که جانم اینا زنده باشه. نه مگزین تو چی کردم بولچی اینا شکلاتای بلژیا. اینا شکلاتای اینا برادر. اینا میدونن اینا اینجا دا خاص شکلات میخری دیگه برای کودکاتون برای زن و فرزنداتون. زنده باشه. هزار رحمت خدا کنه. بیا کن زنده باشه. خیلی دوستان عزیز این بازار نه سر داره نه پایان داره نه بالا. هم که به حد کلانه هر چی گفتن میبینم یه ختم با میبینید طرفش اینا باقی سربلند خانواده باشه.